بچه اینم کیلومترشه که وقتی روشن میکنی ببین چجور گاز میخوره. بله شروع میکنه که پخش میکنه. اسپیکراش هم اینجا بچه، یه اسپیکر این ور داره، یه دونه اسپیکر هم اینجا داره. موتور جلوش جفت دیسک ببین دو تا دیسک ترمز بچه جلو موتور داره، یه دیسک سمت چپ یه دیسک هم سمت راست. ترمز جلوش خیلی قویه، یعنی ببین اگه حواست نباشه بخوای مثلا اینطوری باش ترمز بگیری راحت موتور کله میکنه. بچه‌ها بریم یه دوری باش بزنیم ببینیم چند مرده البته. سلام داشای گرم، عرض ادب. حالتون چطوره؟ به این ویدیو خیلی خیلی خوش اومدید. خودتون از تیتر و عکس ویدیو دیدید، میدونید که چه خبره. میخوایم بریم با هم دیگه چه موتوری رو ببینیم. ولی قبلش من بهتون میگم موتور چیه و از کجا اومد. این همه مدت شما همیشه به من میگفتید که داش محمد برو قوی ترین هوندای بازار رو بخر، نیکتاز 250. بچه‌ها نیکتاز موتور دیگه 250 نمیزنه، تعطیل شد. از سال 1400 به بعد دیگه 250 نمیزنن. الان گل سرسبد نیکتاز موتور، اینطوری بهتون بگم، پرچمدار نیکتاز موتور نیکتاز 200 انجین دیاهوه که دیگه فول آپشن ترین نسخه‌شه، همه امکاناتش فوله، کیلومتر لمسی داره، اسپیکر داره. بچه‌ها میریم موتور رو با هم می‌بینیم. موتور روانیه پسر، یعنی من خودم تا حالا همچین هوندایی ندیدم که اینقدر آپشن و امکانات داشته باشه. ولی قبلش بچه‌ها از داداش گلم تا میخوام تشکر بکنم که موتور رو در اختیار من قرار داد بتونم واسه شما یه ویدیو بگیرم، چون داداشم من خدای اینقدر پول ندارم که بتونم هر بار برای یه ویدیو یه موتور بخرم. بله یه سری معامله موتور می‌کنیم این ور اون ور، ولی نمیتونم برم واسه هر فیلم مثلا یه نیکتاز 200 بخرم، یه همتاز 200 بخرم. پس بچه‌ها دم آقا طاها گرم که اجازه داد از موتورش فیلم بگیریم، اونم موتور صفر و خوش که حتی آب بندی نشده. همین دیگه بچه‌ها، تا ما میریم موتور رو می‌بینیم شما هم حمایت کنید دیگه، لایک بزنید، کامنت بذارید، تازه به این چنل اومدید ساب کنید. خدا وکیلی هر کاری داریم می‌کنیم به عشق شماست، واسه شماست. کاری که شما میگید رو من انجام میدم. میگی حاجی برو اون موتور رو ببین، میگم چشم. میگی برو اون کارو بکن، میگم چشم. شما هوادارشون رو داشته باش. بریم آقا اونجا می‌بینمتون. سلام علیکم داشای گلم برابر چه مشتی یوتیوب. آقا اینم موتوری که بهتون گفته بودم، نیکتاز 200 فول آپشن. حاجی کیلومتر رو فقط ببین، تو دسته گازا رو ببین، باکو ببین. موتور بچه‌ها فول آپشن، موتور حرف نداره. قبل اینکه بچه‌ها بریم سراغ موتور، مثل همیشه اون لایک رو واسه داشتون بزنید، کامنت بذارید و اگه تازه به این کانال اومدید ساب کنید. خب داشتم اینم موتوری که راجع بهش صحبت می‌کردیم، نیکتاز 200 مدل 402 خشک و صفر و اونم بچه‌ها فول آپشن. از این کیلومترهای جادویی روشه، از اینا که مانیتور و LCD و LED دارن که حالا بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. بچه‌ها از بالا تا پایین موتور میخوام واسهتون دیگه شروع بکنم. آقا این سوئیچ موتوره که مثل هر موتور دیگه میخوره اینجا. بله اینطوری باز میشه، آرم نیکتاز میاد رو صفحه. اینم کیلومترشه که وقتی روشن میکنی ببین چجور گاز میخوره. اینطوری هم میشه کیلومترش رو عوض کرد. الان کیلومتر دیجیتالشه. بچه‌ها اینجا هم خلاصی دنده رو نشون میده، این دنده شمارشه. من بهتون نشون میدم. الان من میزنم دنده، میزنه 1، خلاصم که میکنی دوباره میزنه N. خدمتتون عرض کنم بچه‌ها آمپر بنزین داره اینجا، این آمپر بنزینشه. این برم دوباره آمپر بنزینشه. این در وضعیت باتری رو نشون میده که باتری الان اوکیه. کارکرد موتور رو اینجا نشون میده. خیلی جالبه بچه‌ها و لمسی هم هست، کاملا لمسی کار میکنه. اینجا هم ساعت رو نشون میده. بچه‌ها اینجا هم بلوتوثشه. خب از بلوتوث میتونی وصلش کنی به گوشیت و از این طرف هم بچه‌ها جا USB داره، میتونی فلش بزنی بهش، میتونی گوشیت رو شارژ بکنی، هر کاری که دوست داری میتونی از این قسمت هم بکنی. حالا ما وصلش میکنیم به بلوتوث و براتون یه آهنگ میذاریم، میتونی فیلم ببینید تو اینجا. خیلی جالبه بچه‌ها. الان دارم وصلش میکنم به بلوتوثم. بلوتوث رو من الان وصل کردم بهش، همونطور که میبینید وصل به بلوتوث پلیینگ. و اگه من تو گوشیم یه موزیک پخش کنم، بله شروع میکنه که پخش میکنه. اسپیکراش هم اینجا بچه‌ها، یه اسپیکر این ور داره، یه دونه اسپیکر هم اینجا داره. حالا شما نمیخواد حتما این آهنگو پخش کنید بچه‌ها، من واسه اینکه یوتیوب کپی رایت نزنه اینو گذاشتم. هر آهنگی میتونی تو اینجا پخش بکنی و اینکه فیلم هم میتونی توش ببینید دیگه، اونم الان بهتون نشون میدم. بچه‌ها واسه اینکه انتخاب کنید فیلم بذاری آهنگ، این قسمت رو میزنی نوشته که MP5. شما اینو فشار میدی این تغییر میکنه. الان مثلا به بلوتوث من وصله، یه بار دیگه فشار بدم رادیو میشه بچه‌ها. الان رو رادیوه 91.8 مگاهرتز. یه بار دیگه اینو فشار بدی میاد رو موزیک که بعد وصل کنی موزیک پخش کنی
و الانم رو فیلمه بچه‌ها. واسه فیلم پخش کردنش حس می‌کنم باید فلش بخوره، فکر نمی‌کنم با بلوتوث بشه فیلم پخش کرد. ولی آقا خلاصه این از کیلومتر نیکتاز موتور فول آپشن انواع امکاناتو داره. بچه‌ها شاید بگید آقا این امکانات به چه دردی می‌خوره؟ مثلا بریم یه جای خلوت فیلم سوپر توش بذاریم جق بزنیم؟ نه آقا جون، خیلی کاربردیه. جدا از اینکه میتونه سرگرمت بکنه، فیلم برات پخش کنه، موزیک برات پخش کنه و تمام اینا، تو میتونی تو این نقشه ببینی، یعنی مپ ببینی. ببین مثلا داری توی مسیری میری، نقشه راهتو تو این صفحه نمایشگر میبینی، آقا راهیابی بهت میده کجا بری، از کدوم خیابون بری و کلا میتونی جی پی اس رو تو این فعال بکنی که آپشن خیلی خوبه رفقا. آقا خلاص این از کیلومترش. قیمت اینم بچه‌ها هولوش 7-8 میلیون تومان اگه اشتباه نکنم. یعنی شما این کیلومتر رو میتونی رو هر موتور هوندای نصب بکنی. من این کیلومتر رو میتونم رو موتور خودم هم نصب بکنم به شرطی که 7-8 میلیون تومان ناقابل پیاده شم، میتونم اینو روش نصب بکنم. بچه‌ها همتاز هم از این کیلومتر رو موتوراشون میذارن، ولی خب اینی که ما الان داریم نیکتازه. از کیلومتر که بگذریم رفقا، فرمون موتور فوق العاده با کیفیت، مارک نیکتاز هم داره، حرف نداره بچه‌ها. یعنی قیمت همین فرمون و متعلقات 500 تومانی باد میخوره. بچه‌ها قلوه‌های موتور، دست کلاژ موتور همه آرم نیکتاز موتور رو دارن. همچنین دست ترمز هم بچه‌ها آرم نیکتاز رو داره. قلوه‌ها رو شما ببین فوق العاده طلایی کار شده. دست گاز هم همینطور رفقا دنبست، یعنی ببین نرم ترین دست گازی که من تو هونداها تا حالا دیدم مال همین نیکتازه. خیلی بچه‌ها ببین نمیتونم بهتون بگم چقدر نرمه، با اشاره واکنشش میره. کلا موتور من سوار شدم همش خیلی نرم و خیلی روونه. بچه‌ها اینم باک موتوره که حرف نداره، رنگ فیروزه‌ای آبی روشه. ببین یعنی با این رینگ طلایی، دست گاز طلایی و این باک، کمک فنر طلایی، رینگ عقب طلایی، خیلی زیبا ست شده. آقا به نظر من که یکی از زیباترین هونداییه که تو بازاره. نظر شما آقا خوشگل‌تر از این هوندا داریم یا نه؟ شما بگید. همتاز از این بهتره، کویر از این بهتره. من که میگم این الان فعلا از همشون سرتره. برای بچینم پمپ روغن ترمز جلوه که خیلی قشنگ کار شده. یعنی مثلا بقیه موتورها یه تیکه چیز سیاه اینجا زیاد جلوه نداره، ولی این میبینید شفاف و شیشه‌ایه، تکون که میخوره روغن ترمز جلو توش تکون میخوره، خیلی قشنگه. خلاصه این از قسمت‌ها جلو موتور. راهنما بچه‌ها چراغ جلو که فوق‌العاده با کیفیت، چراغ کوچیک هم داره. تابلو جلو نیکتاز برای بچه تمام قطعات این موتور اصلیه. یعنی همین تابلو جلو رو تو بخوای بخری چون اصلیه 200 تومن باد میفته، همین چراغ جلو 500 تومن باد میفته، همین گلگیرا همه نیکتازی ان 500-600 تومن باد میفتن. قطعات اصلی روشونه، همشون آرم نیکتاز رو دارن دیگه، قطع فابریکن. اینم از رینگ جلو موتور بچه‌ها. و اینجاست که کار خیلی جالب میشه. آقا رینگ طلایی روشه، دیگه قشنگتر از این رینگ ما تو بازار نداریم. حالا با تمام زیبایی‌هایی که این رینگ داره یه سری مشکلات هم داره که من باید بگم. اولا اینکه آقا این رینگا مناسب تک چرخ و جاده خاکی و خلاصه این که به موتور فشار بیاری نیستن. با اینا بخوای تک چرخ تمرین کنی، موتور رو ببری بالا، هی بکوبونی زمین، رینگ بعد مدت میشکنه. این از این. نکته دوم اینه که بچه‌ها این رینگا با اینکه رنگ با کیفیتی روشون زدن، رنگ ثابته، خیلی بهشون فشار بیاری، آب با فشار روشون بگیری، بعد مدت کم رنگ میشه و رنگشون میره. من اینو تو موتورها خیلی از دوستام دیدم که نیکتاز بوده، رینگ طلایی بوده و بعد یه مدت آقا رنگش رفته و کم رنگ شده. ولی از اینا که بگذاریم بچه‌ها، موتور جلوش جفت دیسک دو تا دیسک ترمز بچه‌ها جلو موتور داره. یه دیسک سمت چپ، یه دیسک هم سمت راست که واقعا ترمزگیری فوق‌العاده‌ای واسه جلو موتور بهت میده. ولی خودمونی بخوایم حساب کنیم یکم عجیب غریبه. آخه چرا این موتور باید ترمز عقبش کاسه‌ای باشه، همین ترمز عقب کاسه‌ای داشته باشه و ترمز جلوش جفتیس باشه؟ من اگه جان نیکتاز موتور بودم ترمز جلو رو دیسکی می‌کردم، یه دونه دیسک می‌کردم و ترمز عقب هم دیسکی می‌کردم. به نظر من اینجوری خیلی بهتر بود. بچه‌ها یه نکته جالبی هم که می‌خوام راجع به این دیسک ترمزا بهتون بگم اینه که فابریک نیکتاز هستن این دیسکا و با بقیه دیسک ترمزا فرق دارن و جالب اینجاست یه قیمت خیلی عجیب غریبی روی اینا گذاشتن. یعنی شاید باورتون نشه هر دونه از این دیسکای نیکتاز رو تو سایت‌ها دارن دونه‌ای 3 میلیون تومان میفروشن. هر دونه‌شو دارن دونه‌ای 3 میلیون میفروشن. حالا نمیدونم چه داستانیه ولی این قیمتشونه. بچه‌ها اینم زین موتور فوق‌العاده با کیفیت، زین ابر سرد فابریک نیکتاز هم هست. حرف نداره، یعنی خیلی نرم و راحت. نه اونقدر نرمه که خراب شه و بره تو، نه اونقدر سفته که انگار آجر توش گذاشتن و بعد مدت باسنت به چخ بره. حرف نداره. قاب بغل انژکتور نیکتاز داره. نیکتاز 200 cc EFI یعنی انژکتور.
کمک فنرها عقب بچه‌ها گازی ان. نیکتاز الان کمک فنراش دو مدله، یه مدل کمک فنر ساده میندازه رو موتور، یه مدل هم گازی میندازه. این چون یه نیکتاز فول آپشنه، کمک فنر گازی هم روشه حاجی. ببین با آرم خود نیکتاز. بچه‌ها همه قطعات موتور فابریکه، حتی راهنما روشون هک شده نیکتاز، حتی گلگیر. شما گلگیر رو ببین، اینا اینجا نوشته نیکتاز. اگزوز هم بچه‌ها همینطور، اگزوز نیکتاز موتور صدای خوبی داره. صداش نه اونقدی زیاده که گوش خراش باشه اذیت بکنه، نه صدا کمی داره. برای 200 سی صداش حرف نداره. بچه‌ها اینم از رینگ عقب موتور، دوباره رینگ طلایی با توپی طلایی، نوشته که نیکتاز. و خب ترمز عقبش کاسه‌ایه. من خدا وکیلی انتظار داشتم این موتور ترمز دیسکی روش بذارن واسه ترمز عقبش، ولی خب مشکلی نداره. ولی بچه‌ها انجین موتور اصل کار اینجاست. انجین موتور صنعت موتور، فکر کنم شرکتی که نیکتاز رو تولید میکنه. ولی بچه‌ها این که این انجین ساخته کجاست مهمه. ببینید نیکتاز تو انجیناش از دو تا شرکت استفاده میکنه. یکی لیفان که نمیگم شرکت بدیه، اتفاقا لیفان شرکت خوبیه، ولی بهتر از لیفان هم تو بازار هست. و یکی انجین مدل همینطور که میبینید دیاهو که بچه‌ها یکی از با کیفیت ترین و بهترین انجین‌ها تو بازاره. یعنی اگه این موتور انجین لیفان بود من زیاد باش حال نمی‌کردم، با اینکه لیفان برند خوبیه، من نمیگم لیفان بده داشتم، لیفان هم خیلی چیز خوبیه، ولی دیاهو خیلی بهتره. و الان این موتور با انجین دیاهو به نظر من از همتازا هم بهتره. خب آقا از ظاهر موتور گفتیم، حالا بریم باشه تست سواری بگیریم و یه دوری باش بزنیم. بچه‌ها بریم یه دوری باش بزنیم ببینیم چند مرده البته. موتور دنبه است، نرم کره، قدرت هم نگم واسه بچه‌ها. با این که داشته گلم تا صاحب موتور به میگه آقا باش گاز بده، گازو بوس کن، دمش هم گرم، برای شما برای ویدیو میگه آقا هر کاری خواستی با موتور بکن. من دلم نمیاد به این موتور گاز بدم. بچه‌ها موتور صفره، حتی آب بندی هم نشده، ولی خب گازخور فوق العاده‌ای داره. بچه‌ها یه دور دیگه من باشه گاز دادن داره، با کوچکترین اشاره گاز میخوره. ولی ترمز جلوش خیلی قویه. مخلصم ترمز جلوش خیلی قویه. یعنی ببین اگه حواست نباشه بخوای مثلا اینطوری باش ترمز بگیری راحت موتور کله میکنه. یادتون نره یه موتور رو شاسی 125 سبک وزن، ولی ترمز جلو چی جفتیست داره. ببین تو باید خیلی اشاره انگشتی خیلی نرم ترمز بگیری. اگه بخوای اینطوری باش ترمز بگیری در جا کله میکنی. ترمز عقبش هم بچه عالی حرف نداره. یعنی موتور به نظر من این بهترین هوندا 200 بازاره در حال حاضر با انجین دیاهو. اگه لیفان بود نه همتاز بهتره، ولی نظر من این بهتره. بچه‌ها شما بگید به نظر شما این موتور بهتره یا همتاز؟ این موتور بهتره یا کویر؟ این بهتره یا نمیدونم احسان پرواز؟ نظرتون حتما اون زیر کامنت کنید. آقا مردونه لایک کنید، ما داریم زحمت میکشیم. خدا شاده. بچه‌ها دمتون گرم. آقا اینم از نقد و بررسی نیکتاز پلاس 200 سی. یه تشکرم بکنم از داداشته‌های گل گلاب. لایک کن. نوکرشم. خدا وکیلی هم اجازه داد موتور رو سوار شیم، هم باش گاز و گوز کردیم. دمش هم گرم. بچه‌ها موتور صفر، هر کسی مرامشو نداره، موتور صفر 80 میلیونی رو بده واسه تست و بررسی. نوکرتم تا باشه. بچه‌ها لایک کنید، ساب کنید، دم همتون گرم. آقا تا ویدیو بعد خدا نگهدار.